یعنی نماز مثلا گفتیم نماز یعنی نماز دوم رکن نماز اسلام. نماز گفتیم چه دوم رکن اسلام. دومین رکن اسلام. یعنی جمهور اهل علم مثلا چه گفتن یعنی تارک صلات نماز ترک کردگی حکم چه گفتن یعنی کافر گفتن یعنی چی ده. یعنی حدیث برید ابن حصیب رضی الله تعالی عنه بخورنده من ترک العصر متعمدا فقط حبط عمله اليوم. یعنی اگر عصر تعمد و تعمد قصدن یادت نبرمد خوابت برده نموند عصر ترک کنی همین روز عملات همش چی میشن نابود میشن. عملات همش چی میشن یعنی قبول نمیشن. هم به عمر رضی الله تعالی و ارضاه وقتی که من حدیث بخورنده وقتی که یعنی حدیث بیهقی و وقتی که یعنی ابو مجوسی اومده یعنی کورت زده بود یعنی همین حالتان مثلا چی باید حالت خلاص وقت با خنجر وقتی که زد خنجر زهرآلود یعنی وقتی که طبیب اومده آب داد آب نوشید از جرح چه بر اومده برفت آب سونی شیر دادن شیرم بر اومد سونی طبیب که خلاص گفت امیرالمؤمنین وصیت کن علاج نیست این کسلی به همین حالتان یعنی بیهوش خواب بود که یک روایتان مسور ابن مخرمه دویمده ابن عباس رضی الله تعالی عنه اومده چه به بیدار میکنه نماز فجر به امیرالمؤمنین الصلاه یاد همین حالتان چشمک شده روزی که وفات کرد چشمک شده میگه که نعم میگه الصلاه میگه فانه لا حظ لاحد في الاسلام من لا صلاه له. یعنی آدمی که از نماز نخوند وای به اسلام به نصیبه نیست. اچخه خودش دینش اسلام میگه وای نماز نمیخوند. لا حظ لاحد من لا صلاه له. فهمیدید؟ هم به این نماز مثلا چیزی که یعنی اینم که یگونه رکنی که سما آسمان به بی‌واسطه بین الله تعالی بین رسول صلی الله علیه و نماز چه شد فرض شد. اما نماز باید که چه نماز به اهتمام ته. نماز یعنی به سبب کار به سبب خواندن به سبب این چیز هیچ وقت ترک نمیکنیم. منجا هر وقت نماز خودش وقت میکنه. ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هر نماز وقت خودش است. جبرائیل علیه السلام الله تعالی نزد رسول الله به فرستانت اومده دو روز نمازهای وقتش بخونده داد. فجر وقتش بخوند بو پیشین عصر مغرب عشاء خونده گفت که همین وقت نماز امتی تو و وقت نماز امتایی که پیش از تو گذشته بودن هر 5 وقت نماز وقت خودش هم میخونه. 2 نماز یک تکرار خوندن 3 نماز یک تکرار خوندن 5 نماز یک تکرار خوندن این چیز کار نه یعنی فهمیدید. هر نماز باید که چی وقتش بخونده شود یعنی الصلاه هم ابن مسعود میگه که یا رسول الله ای الاعمال احب الى الله از همه محبوب ترین عمل چیست؟ گفت که رسول الله صلی الله علیه و سلم الايمان بالله یعنی چی الله به ایمان آورده. قلت ثم ايو قال ثم الصلاه في وقتها صلاه على وقتها في روايه في اول وقتها في روايه چی ادب المفرد عنده في اول نماز اول وقتش عنده. هر نماز اول وقت باید که خونه. از همه بهترین عمل چی میشه بعد ایمان نماز وقتش بخوندن. برای همین یگان سبب که نماز انسان ترک نمیکنه. وزیر باشی رئیس باشی کی نباشی که